در شهر شلوغ بلوغ. همسایگان جدید. باورم نمیشه لولی. یه نفر با اون خونه قدیمی اسباب کشی کرده. هر کی که هست حتما خیلی شجاعیه که مجبور شده توی خوری اشباح زندگی کنه. اون خونه مال اشباح نیست که، فقط قدیمیه. خونه‌شون چقدر قدیمی و عجیبه، واقعا با همچی جای جور در بیاد. قیافش هم یه جورای ترسناکه. اون قیافش مثل یه جادوگره. هکل چیزی به اسم جادوگر وجود نداره. اوی اون روزا توی خوره بود. یه دفعه متوجه شدیم که درست پشت سره بوده. انگار جادو بود، درست مثل همون کتابی که بعد تازه خوندمش به اسم جادوگر در شهر. این کتابو بهترین نویسنده کتاب‌های ترسناک روزشیو بونز نوشته. داستانش درباره جادوگری که به تازگی به شهر کوچیک و آروم اسباب کشی کرده، درست مثل شهر شلوغ پلو. از کجا معلوم؟ شاید همسایه جدید و یه جادوگره. هیلدا، انگار تازگی زیادی کتابای ترسناک میخونی، چون اصلا چیزی به اسم جادوگر وجود نداره. راست میگه، هیچ چیز ترسناکی وجود نداره. امروز بعد از اون وقتی که دیدیش فرار کردی قیافت نشون بداد چقدر ترس. کی؟ من فرار کردم؟ نه، مگه شما ترسیده بودین داشتین در میرفتین؟ من میمدم که به شما برسم. خب دیگه بحث نکنید. دیگه نمیخوام این حرفای بی‌معنی رو درباره جادوگرای شهر شلوغ پلوغ بشنوم. روزشیو بونز میگه چطور میشه یک جادوگر واقعی رو تشخیص داد. یکی از سرنخ‌ها غیب شدن و پیدا شدن ناگهانیشونه و همینطور جاروی دست بلندشون و یه پاتی. کارمون اینجاست. الان ثابت میکنم که اون جادوگر نیست. میرم بهش میگم سلام. وای، یه جاروی بلند و یه پاتیل درست همونطور که هیلدا تو کتاب خونده بود. اون جادوگره. ایوای هیلدا، تو راست میگفتی. همسایه جدید ما یه جادوگره. من دیدمش داشت وسایل جادوگری میخرید. یه جارو، یه پاتیل، بعد خیمش زد، بعد یهو ظاهر شد. درست این اون چیزی که گفته بودی. اینا دقیقا وسایل جادوگر واقعیه. مطمئنم الان داره میره وسایل طلسم و جاروشو بخره. اون الان به چشم گنجشک و انگشت وزغ احتیاج داره. نگاه کنی. وای چطوری این کارو کرد؟ یعنی بود تو فروشگاه در رفته بود. اونقدر اینجا صبر میکنیم تا بیاد بیرون. نگاه کنی. ما رو دید. اگه ما رو بگیره چی میشه؟ میتونه ما رو تبدیل به قورباغه بکنه. خوب شد که اون رفت و ما رو ندید. متاسفم خانم معلم، ما داشتیم یه جادوگر رو تعقیب میکردیم. فکر میکردم دیگه دست از این حرفای بی‌معنی درباره جادوگرا برداشتیم. خانم معلم، ما با چشای خودمون دیدیم. یهو ناپدید شد، بعد ظاهر شد، درست مثل این جادوگرا. خب من نمیدونم شما چی دیدین، اما یه چیز رو خوب میدونم. بهتره قبل از اینکه مزاحم مردم بشین و همینطور اونا رو برای کاری که نکردن ناراحت کنین دست از این کارا بردارین. خانم معلم درست میگه. هیچ کس توی شهر شلوغ پلوغ حرفمون رو باور نمیکنه مگه اینکه ثابت کنی. چرا؟ میدونم چه چیزایی برای طلسمش خریده. چشم گنجشک و انگشت وزغ و پونه کوهی. بینی پونه کوهی که جز مواد اولیه این چیزا نیست، ولی برای من هست. من این چیزا خوشم نمیاد. آی نه. بره تو. ما نباید بدون اجازه کسی همینطور وارد خونه‌اش بشیم. الان وقت نداریم دعوت میکنم، باید قایم شیم. هیلدا کجا داری میری؟ بدرک پیدا کنم، اون وقت همه در شهر شلوغ پلوغ حرفمون رو باور میکنم. خودم یکی چشم گنجشک انگشت وزغ. هیچ کدومشون. این پونه کوهیه. من میدونستم این خیلی وحشتناکه.
صبر کنید اینا که 2 نفرن. 2 تا جادوگر، یکی از کتاب جادوگری در شهرم برتره. اوه معذرت میخوام که یواشکی وارد خونتون شدیم. لطفا برو به چیز دیگه تبدیل نکنید. وای اصلا چیزی به اسم جادوگر وجود نداره به جز توی کتابا، مخصوصا کتابای ما. منظورتون چیه؟ من روزمری هستم و اینم خواهر دوقلوی من روزیتاست. ما با هم دیگه کتابای ترسناک می نویسیم و با اسم مستعار روز شیوربوز چاپ می کنیم. روز شیوربوز؟ واقعا؟ بعد یکی از طرفدارای برابا قرص شما. خواهران دوقلو حالا روشن شد چرا شما مرتب یه جا ناپدید و یه جا دیگه ظاهر میشین. پس برای چی جارو خریدید؟ این خونه قدیمی پرگرد و خاک به جارو احتیاج داشت. شما موافق نیستید؟ پاتیل برای چیه؟ خب احتمالاً همسایه های جدید من هنوز اجاق خوراکپزی ندارن. به شهر شلوغ خوش اومدید. من معلم هستم و این لازانیا رو به عنوان هدیه خونه جدیدتون آوردم. چقدر لطف کردین. من روزمریم اونم روزیتاست. چرا شما همگی برای شام نمیمونیم پیش ما؟ به شرط اینکه با چشم گنجه چیزی نپخته باشی یا انگشت وزن. آه نه، ما برای سوپ فقط از بال خفاش استفاده می‌کنیم. یه دستور غذای قدیمی خانوادگیه. داشتم شوخی می‌کردم.